بچه ها از این چیز خارق‌العاده، محال و هیولایی مات و مبهم ماندند. اینکه بچه‌ای پدر نداشته باشد، به حالتی نگاهش می‌کردند که انگار اعجوبه خارق‌العاده‌ای، موجودی غیر طبیعی بود. حس می‌کردند آن تحقیری که مادرهایشان به بلانشوت نشان می‌دادند و تا آن زمان درکش نمی‌کردند، در آنها بالا می‌گیرد. اما سایمون به درختی تکیه داده بود تا نیفتد. درمانده ایستاده بود، مثل کسی که برایش فاجعه‌ای جبران نشدنی اتفاق افتاده باشد. سعی می‌کرد مسئله‌اش را توضیح بدهد، اما هرچه می‌کرد چیزی نمی‌یافت که در جواب بچه‌ها بگوید و این نکته منحوس را که پدر نداشت تکذیب کند. سرانجام رنگ باخته دل به دریا زد و به صدای بلند گفت: چرا؟ بابا دارم. پسر پرسید: کجاست؟ سایمون چیزی نگفت. نمیدانست. بچه‌ها بسیار به هیجان آمده بودند و می‌خندیدند. این بچه‌های مرتع و مزرعه که به احشام نزدیکتر بودند، همان نیاز بیرحمانه‌ای را حس می‌کردند که ماکیان مرغدانی را وامی دارد یکی از خودشان را که زخمی شده به ضرب نوک بکشند. سایمون ناگهان پسر بچه کوچکی را کنارش دید که فرزند زن بیوه‌ای بود و اغلب او را مثل خودش با مادرش تنها دیده بود. به او گفت: خب خودت تو هم که بابا نداری؟ پسرک در جوابش گفت: چرا؟ دارم. سایمون پرسید: کجاست؟ پسرک با کمال خونسردی گفت: بابای من مرده، توی قبرستونه. زمزمه تاییدآمیزی میان بچه‌ها بلند شد. گویی داشتن پدر مرده ای در قبرستان منزلت آن دوستشان را بالا برد و این یکی را که اصلا پدر نداشت بیشتر منکوب کرد.